می خواهید که دعایتان مستجاب شود، پس بروید سراغ پدر و مادر. مادرتان را بخندانید، پدرتان را بخندانید. چرا وقتی درد و بدبختی دارید می روید سراغ آنها و ناله هایتان را پیش آنها در می آورید؟ اما وقتی که خوش هستید با رفیقانتان می روید کنار دریا، با رفیقانتان می روید سفر، با رفیقانتان می روید رستوران. چرا خوشی هایتان مال رفیقانتان است اما درد و ناله هایتان مال پدر و مادر؟ چرا اینقدر آنها را غوسه می دهید؟ چرا اینقدر ناراحتشان می کنید؟ وقتی آنها را می بینید چرا نمی خواهید که تنها از خوشی ها سخن بگویید؟ مادر می گوید پسرم خوبی؟ بگو بلی مادر. هرچند خیلی مشکل نیز داری بگو بلی مادر خوبم. تا وقتی که دعایم می دهی خوبم مادر، تا وقتی که دعایم می دهی خوبم پدر. فقط التجا دارم مرا خیلی و خیلی دعا بدهید. بیشک که دعای آنها دنیا و آخرتتان را آباد می کند.